دبی دوباره داره لقب بزرگترین مال جهان رو پس میگیره، اونم از ایران مال. قراره که بزرگترین مال جهان در منطقه دبی کریک هاربر ساخته بشه و دیروز خود محمد العبار صاحب شرکت اعمار این خبر رو اعلام کرد و به قدر این مال بزرگه و قرار رکورد بزنه که با ماشین باید از داخلش رد شد. یه مالی به مساحت 6 کیلومتر که میشه 3 برابر داونتاون حال حاضر دبی و یه بودجه دیوونه کننده براش در نظر گرفته شده، 49 میلیارد دلار که بخوایم با برج خلیفه مقایسهش کنیم که با 1.5 میلیارد دلار ساخته شد، میشه ازش 33 تا برج خلیفه در آورد. دیگه خودتون حساب کنید چه پروژه خیلی خفنیه. و از همین الان تبریک میگم به سرمایه‌گذاران دبی کریک هاربر و همین الان به سرمایه‌گذاران جدیدم میگم هنوز دیر نشده، پیش‌فروش‌های جدیدی داریم و خواهیم داشت در این منطقه. برای اطلاعات بیشتر هر چه سریعتر با من تماس بگیرید.